سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. خوش آمدین به کانال اولترانت، مرجع کامل آموزش فناوری برای همه. امروز قرار است بریم به ادامه درس های قبلی خود ما. درس خود ما را در ستینگ ویندوز 11 ادامه بدیم. خب دوستا، در درس قبلی خود ما بخشای مربوط به display sound و notification تا focus assist و power and battery و استوریج و نیربای شیرینگ و مولتی تاسکینگ و اکتیویشن و ترابل شوت، تمام اینا رو ما در ستینگ ویندوز 11 بخش سیستم اینجی پنل ها را تماما مرور کردیم. پس به خاطر دسترسی به اینا برین درس های قبلی را حتما ببینین تا اگر شما آمدین تا ویندوز 11 را درست بفهمین و بیاموزین، خوب است که اینا را قبلی که به درس امروز شروع بکنین اونا رو بفهمیم. خب امروز قرار است که بریم بخش ریکاوری را مرور بکنیم. میبینیم که در ستینگ ویندوز 11 چی داره و بعد از او یک سر خواد زدیم به تنظیمات ریکاوری در کنترل پنل. خب دوستا، ریکاوری برای شما چی میکنه؟ اینا دیگه میتونیم ریکاوری رو برای شما مجموعی از یک سلسله ابزارهایی بگوییم که یعنی ویندوزتان رو براتون ریست میکنه و از یک لاست مشکلاتش تمامش برای شما برطرف میکنه. احیانا با مشکل برخورده باشه سیستمتان ویندوزتان، یا میتونن از طریق برین به نسخه قبلی، یعنی آخرین بار که ویندوزتان بدون کدام دمیج یا خرابی بوده و سالم بوده و اون نسخه قبل میگیره شما رو باز میگردانه، یا نسخه که به اصطلاح شما گرفتین اپدیت کردین از ویندوز 8 به 10 آمدین، از ویندوز 10 به 11 گرفتین اپدیت کردین، شما رو به اون نسخه قبل میبره. تمام این گزینه‌ها یا احیانا بوت اضطراری یا فرض به میگیریم که شما فلش ندارین، این چیز ندارین، یک چیزی بود که ما درس داده بودیم در بخش تایپای نصب کردن ویندوز که بدون فلش یعنی چطور ویندوز بکنید، که یکی از راه‌هاش میتونید از ریکاوری استفاده بکنید. میشه از راه. خب مسیر شما میست که شما باید ویندوز را ستینگ ویندوز 11 را باز بکنین، میتونین باز دادن دکمه های ویندوز و آی همین کار را بکنین و بیاین به بخش سیستم در پنل ها جستجو کنین و ریکاوری رو بیافین. خب دوستا، اما تو که گفتم ریکاوری اینجا شما دیگه در مواقع مختلف میتونید استفاده بکنید. از جمله ای که ویندوزتان یک زمان کند میشه، یا فرض بکنید فایل سیستمی شما ویروس میگیره، یا در کل ویندوزتان ویروسی میشه، یا اکثر مواقع در باز و بسته کردن پروگرام ها، یا وقتی دستگاهتان روشن میشه به خاطر که ویروسی شده ایرور میده بعض از پروگرام ها و بعض از چیزا یا بعض از صفحات برای شما، یا احیانا میخواین که مثل روز اولش شود دستگاهتان کلا، شما میتونید در این صورت برین از ریکاوری در ستینگ ویندوز 11 استفاده بکنین. درست وقتی بالای گزینه شما کلیک بکنین این صفحه برای شما باز میشه. وقتی این صفحه را مشاهده کردین میبینید گزینه اول براتون چی گفته؟ Fix problems without resetting your PC. سیز شما میگه بدون اینکه دستگاهتان را ریست بکنین بین خودتان همون مشکلی که دستگاهتان با برخورده را بگیرین حل بسازین. خب بالای از وقتی که شما کلیک بکنین این گزینه را میبینین. اگه ما فعلا میبینیم ما با اینترنت وصل نیستم، پس اینجا برای من چیزی نیست. این گزینه چه باید میخوره؟ وقتی که شما به اینترنت وصل باشین بعضی از ریکامندیشن ها را برای شما خود ویندوز میکنه که میتونین اونا را استفاده بکنین، یا اگه نمیکنین کلا از جیب بگذارین و هیچ دستش نزنین. گزینه پایینتر که آپشن است اینجا شما ریکامند ترابل شوتر پریفرنس اسم ترابل شوتر رو برای شما یعنی دارد که ریکامند شده سیسه بعدن چی میگه چی کار را بکنه. مایکروسافت can recommend and run troubleshooter to fix issues. میگه خود مایکروسافت برای شما ریکامند میکنه یک سلسله از ترابل شوتر ها را چی شوه رن شوه. من میگم نه don't run. ask me before running. قبل از اینکه رن شوه از ما بپرسه run automatically then notify me. اول رن شوه باز ما بعدا آگاه بسازه run automatically don't notify me. خب اجرا شوه و ما دیگه کلا در جریان نگذاره. بخش دیگه recommended trouble shooter history سه وقتی که شما بالای ازی کلیک کنین تمام تاریخچه امی ترابل شوتای ریکامند شده ویندوز براتون Battery is discharging. بالای ازی کلیک بکنین میبینین دیگه تمام هیستوریس. ما چون تا با فعل حال استفاده نکردیم به اون خاطر برای ما چیزی را نشان نمیده. آد ترابل شوتر است وقتی بالای ازی گزینه شما کلیک میکنین ببینین دیگه خودتون
اینجا یک سلسله از ابزارهای کاربردی ویندوز رو بر شما لیست کردم. بگذارید من این صفحه را بزرگ بکنم. خب اینجا بر شما یک سلسله از ابزارهای کاربردی ویندوز را لیست کرده. احیانا با یکی از اینا اگر شما به مشکل برخوردین، پس میتونین رن بکنینش. اینترنتتون مشکل داره، رن بکنینش تو برشتر چک میکنه. اکثر مواقع میخواد از شما که در بعض از اینا، در کلش نه، میخواد که حتما به اینترنت وصل باشین تا تمام ریکامندیشن رو برای شما درست انجام بده. اما احیانا میبینید مشکل وجود داره، مثلا اینترنت کانکشن تون مشکل داره، بگین رن بکنش پلی آدیوتون درست پلی نمیشه، یا مایکروفونتون مشکل داره، بگیرین بزنین رن بکنینش، تمام مشکلات چک و بررسی و فیکس میکنه براتون. پرینتر است یا احیانا در ویندوز اپدیت شما که مدام مشکل دارن، تمام لیستی که اینجا هست شما میتونین ببینین، چک بکنین و هر گزینه‌ای که با اون مشکل دارین برین مشکلتان همراه از اون حل بکنین. بخش ترابل شوت دوباره میبینیم که ما دیگه هیچ چیزی نداریم. گت هلپ و گت فیدبک هست. احیانا اگر کمک میخواستین یا احیانا فیدبک میدادین، باید به اینترنت وصل باشین، به فیدبک یا گت هلپ که کمک که نیاز دارین تمام اونا رو بگین یا فیدبک هست. بخش سیستم پس دوباره میریم به بخش ریکاوری، پس دوباره کلیک میکنیم. اینجا ببینین بخش دوم هست ریکاوری آپشن. این گزینه برای شما چی میکنه؟ ریست دیس پی سی. ریست دیس پی سی برای شما تا به فی الحال مثل ریست فکتوری همین موبایل هایتان هست. مثلا فرض بکنید یک زمان موبایل شما خیلی کند کار میکنه، خیلی ویروسی شده، یا فرض بکنید اکثرا ایرور میده برای بعض مواقع، یا کلا دمیج گرفته حافظه‌ش، شما در این صورت دیگه باز میگیرین همین دستگاهتان ریست میکنید. درست؟ ریست در کامپیوترتان هم همون عین همون کار میکنه که حالتهای مختلف داره. وقتی شما به این بالای گزینه میتونید choose to keep or remove your personal files, then reinstall Windows. دیدین چی میکنه؟ مکمل ریست میکنه برای شما. باز یعنی دوباره پس خودش اتوماتیک ویندوز رو برای شما اینستال میکنه. بعضی مراحل است که باید شما باز دوجه دستک میزنید، مثل نصب عادی ویندوز وارس، یعنی چیز اضافی دیگر نداره. دو آپشن داره وقتی بالاش کلیک کنید. keep my files، فایل های مرا نگه دار. درست؟ فایل های شخصی ما، حتی اپلیکیشن هایی را هست، اپلیکیشن ها رو براتون همراه سیتینگ اوسو میکنه، میگم فایل شخصی تا نگاه میکنه. متوجه باشین همین اپلیکیشن هایی را که دلیت میکنه دوباره پس برای شما یک فایل میسازه در روی صفحه دسکتاپ به نام removedapps.html. درست؟ شما در تمام اپلیکیشن هایی که از دستگاه شما ریموو شده در یک لیست برای شما تیار میکنه ویندوز. میتونید ببینید کدام اپلیکیشن ها نصب داشتین، میتونید دوباره پس اقدام به نصبشون بکنید. درست؟ بعضی از اپلیکیشن ها رو برای شما غیر فعال میکنه، میتونید برید دوباره پس اکتیو بسازینش چون دی اکتیو است. تمام این مسائل میتونید از قسمت هادن ریموو پروگرام بعدی که رسید کردین بیاین انجام بدین. گزینه ریموو اوریثینگ است. فایل، فولدر، پرسونال فایل هایتان، اپ، ستینگ، تمام چیزا رو ریموو میکنه و شما دیگه قطعا به اونها دسترسی ندارید. خب یک چیز دیگر حتما در اینجا متوجه باشین. قبلش help me choose. خب اینجا برای شما ویندوز ریکامند میکنه که نظر به وضعیت خودتون براتون میگه کدام گزینه انتخاب بکنین. گفتم چی رو در نظر بگیرید؟ حتما باید دستگاهتون از حالت باتری پاور بیرون باشه، یعنی با چارج وصل باشه دستگاهتون که ریست شود. در غیر از او ریست امکان نداره. مثلا ما میخوایم بیا گزینه اول انتخاب کنیم، وقتی گزینه اول میایم میبینید برای ما کار نمیده. صحیح است؟ خب اینجا خب چون ما تا فعلا کدام چی نگرفتیم، خود دستگاه شما دائما اتوماتیک میگه چون ما تازه پاکش کردیم. از ویندوز اینستالیشن ریکاوری مدیا تو سورتیو پی سی. خب مشکل نیست. صحیح، فکر نکنم شما باید مشکل بر بخورید چون ما تازه کش میموری پاک کردیم و باید یک بار خاموش روشن بکنیم. دستگاه ما تا یک بکاپ خیلی کوچک بگیره از دستگاه ما و وقتی بالای اینا شما کلیک میکنید اوج ایرور براتون میده که احیانا یک دستگاهتون با چارج وصل نباشه نمیشه براتون ریست شود. قسمت ادوانس استارتاپ است. شما وقتی بالای گزینه کلیک کنید دستگاهتون ریستارت میشه، یک چک و بررسی میکنه تمام دستگاهتون که به چی مشکل برخورده است. بعد از او شما در یک دیسک یا USB تان که احیانا فرض بکنید که یک ریستور پوینت ایجاد کردین
یک بکاپ خیلی خاص گرفتین اون باشه. Restart your device to change startup setting including starting from a disk or USB drive. درست که هم میتونین از طریق از او شما بگیرین ریکاورش بکنین از طریق هم یو اس بی تان و هم بدون از او ویندوز نظر به این فایل های خودش میره، فایل ها را بررسی میکنه، میبینه کدام فایل ها خراب است، برای پیر و ترمیم کاریش دوباره میپردازه و پس دستگاه شما را آماده استفاده میسازه. یک چیز را دوستا شما مد نظر داشته باشین که نباید فراموش شود. شما وقتی که تازه ویندوزتان را اپدیت بکنین اینجا یک گزینه دیگه برای شما می باشه که به نام گو بک است. این گو بک برای شما چی میکنه؟ یعنی بازگشت به نسخه قبلی ویندوز. اول براتون بگم چرا فعال میشه. اگر شما تازه دستگاهتان را مثلا از ویندوز 8.1 به ویندوز 10 اپدیت کرده باشین یا از 10 به 11 اپدیت کرده باشین یا ورژن 12 ویندوز قرار است بیاید از 11 به 12 اپدیت کرده باشین، احیانا اگر میبینین درایورهای شما سازگار نیست یا میبینین که مثلا همین ویندوز چندان سازگاری نداره و خوب نیست برای دستگاه شما، دو صورت شما میتونین که این گزینه را استفاده بکنید و گفتم تمام کارش چیست. دستگاه شما درست کار نمیده با ویندوز جدید که اپدیت کنین، پس شما گو بک را انتخاب میکنین و همیشه بر 10 روز فعال میباشه بعد از اپدیت که متوجه باشید. یعنی دیگه روز 11 قرار نیست که ببینین، یعنی کمتر از 10 روز بعد از اپدیتتان تا او وقتی ظاهر میباشه، بعد از او دیگه ظاهر نمیباشه. پس این را حتما متوجه باشین. اگر در اپدیتی که میکنین دستگاهتان راضی نیستین از اپدیت، میتونین از گو بک در اینجا که ظاهر میشه استفاده بکنین و دوباره پس به نسخه قبل شما رو باز میگردانه و تمام اپدیت های جدیدی که برای ویندوز تازه نصب شده انجام دادین تمامش دلیت میکنه. گزینه مربوط به ریکاوری در کنترل پنل هم داریم. پس میریم خب اینجا دوستان زمانی که شما کنترل پنل رو باز کردین و یه وقتی به این صفحه براتون ظاهر شد، میرین بالای تب ریکاوری کلیک میکنین. اینجا وقتی بالای ریکاوری کلیک کردین 3 آپشن برای شما فقط ریکاوری داره. درست دوستان، قبل ای تو بخوایم میره آغاز بکنیم یک گزینه دیگر رو ما برای شما نشان بتم، باز بعدا بیایم بالای یکیجا ما به نام بکاپ اند ریستور داریم که حتی میتونه تا ویندوز تا ورژن 7 ویندوز میتونه همین سیستم شما رو پس دوباره به عقب باز بگردانه و ریستور بکنه. درست، و میتونین از این گزینه قبلش بیان استفاده کنید. چطور میتونین قبلش از این گزینه شما استفاده بکنین؟ یعنی میتونین از طریق برین تمام همین سیستمتون شما یک بکاپ کلی ازش بگیرین. یک بکاپ بگیرین احیانا اگر کدام وقت دستگاه شما سیستم شما به مشکل برخورد مکمل از اون دیسک داخل خود اتوماتیک ریستور بکنه. وقت بالای ست بکاپ میگیرین کلیک میکنین، اینجا برای شما میگه درایور که میخواین بکاپ بگیرین رو انتخاب کنین. دائما درایو سی را درایو که ویندوز نصب است برای شما نمیگه او درایور. چرا او را نشان نمیده؟ اینجا براتون نمیگه چون او ویندوز انستال است و سر او فایل ها وقتی ذخیره کنین خب اصلا مشکل اکثر مواقع درایو سی میکنه که ویندوز کار نمیده دیگه. بازی فایل ها طبعا قطعا با مشکل برمیخوره. شما اینجا میتونین فلش یا هر چیز دیگه یا درایو دیگه که دارین میتونین رو انتخاب کنین. اینجا یک نوت میته برای شما، میتونین رو بخوانین، یک هشدار است. اکثر مواقع خوب به خاطر سیو بودن کارتون به دردتون میخوره. بعضی که شما نیکس گفتین اینجا what do you want to backup میگه ویندوز را let Windows choose میگه ویندوز خودش انتخاب بکنه، شما میگین انتخاب میکنه کدوم فایل ها برای ما بکاپ شه. بعدی که شما گفتین این چیزها را میبینین دیگه، تمام چیزهایی که به اصطلاح برای شما بکاپ میشه تمامش لیست میشه و یک کاشن داره. شما تمامش میتونید اینجا مرور کنید و save settings and run backup میگم و بعضی که run backup گفتین تمام بکاپ برای شما ذخیره میشه. من فعلا نیاز ندارم پس بکاپ نمیگیرم و اینجا select another backup to restore files from. خب اگر بکاپ قبلا گرفتین میتونید از اینجا انتخاب کنین و دوباره پس سیستمتون به حالت قبلش برگردونین، یا میخواین از سیستمتون یک ایمیج بگیرین و میخواین رو ذخیره کنین که تمام همین مشخصات و خصوصیات که تا فعل حال برای شما سیو بوده رو میگیرین انتخاب میکنید، یا میتونید در درایو یا دی وی دی یا در فلش ذخیره بکنین که اینجا فقط
درایو فلش انتخاب میتونید، اینجا میتونید دیویدی باشه، یا احیانا اگه به شبکه شما متصل هستید میتونید داخل اون شبکه در کلاودتون یا هر چیز دیگه میتونید رو بگیرید ذخیره بکنید. بعد از اینکه شما نکست گفتین، خب مراحل هست که میبینید یک مشخصه the following drives will be backed up. سیسه میگه اینی فایل پارتیشن OS. فایل پارتیشن دائما فایل های مربوط به بوت و بالا آوردن ویندوز را در خود سیو میکنه و سیستم تمام فایل های مربوط به ویندوز دایش است که درایو سی دان از غالبا و میگره براتون backup. The backup could take up to 205 GB for of disk space. حدود 205 GB جای میگیره، چون فایل هم خیلی بیش از حد است و یعنی یک چیز خیلی زیاد نداشت نصب کردیم. خب نظر مجموع ویندوز شما تعیین کننده است دیگه. start backup بگوین براتون backup میگیره. create a system ریپایر دیسک، شما در یک دیویدی ریپایر دیسک براتون جور میکنن مثل که دیویدی های ویندوز هسته. اینجا بالاش کلیک میکنین، دیویدی تا انتخاب میکنین، کرییت دیسک میگین، از تمام سیستم شما یک ایمیج میگیره و اون در یک دیویدی ذخیره میکنه. از زمان که بخواین همون ویندوز میتونین دوباره پس اینجا بیان بکاپ کنین، مثلی که به اصطلاح ویندوز میگیرن نصب میکنین. اینجا در این صفحه create a recovery drive است که شما میتونین اینجا برای نمو در یک درایو مشخص شما یک درایو مشخص بخاطر ریکاوری بگیرین، کرییت کنین. create a recovery drive to troubleshoot problems when your PC can't start. زمانی که میگه دستگاهتون بالا نمیاد میتونین یک ریکاوری درایو بگیرین جور بکنین. خب یک اکثر مواقع نیاز به مرحله بکاپ داره که برای شما نوجه if your PC can't start درست اینجا میبینید یک چیز میگه و ما چون درایور مشخص نکردیم به خاطر برای من شما نمایش نمیده. اینجا که وقتی که شما آمدین خب اینجا درایوتون انتخاب میکنیم و فینیش میگیم، برای شما ریکاوری درایوتون انتخاب میکنیم. غالبا درایو 300 اوپن سیستم ریستور از سیستمتون میخواین به یک تاریخ مشخص به مرحله قبلیش بگیرین باز بگردانین. خب اینو باز میکنین، بعدی که باز کردین یک راهنمایی داره بخوانینش، بعد از اون نکست بگوین و اینجا انتخاب بکنین که با کدام زمان ریستور برای شما پس باز بگردانه دستگاهتان. شما می تاریخ میگیرین انتخاب میکنین و بعد اگه احیانا شما پروگرامایتون آسیب دیده میتونن اون رو سکن بکنین که بگیره براتون بررسی کنه کدام پروگراما آسیب دیده براتون لیست میکنه. شما تمام اونا رو میتونین کلیک بکنین که اونا فقط ریستور شوه، یا اگه میخواین کامپیوتر شما به یک تاریخ خاص بگیره باز بگرده که تمام سیستمتون ریستور شوه، همین تاریخ انتخاب بکنین و بعد از بگین نکست گفتین. خب میگه درایو سی تون از غالبا و یک دیتیلز راهنمایی داره. وقتی که فینیش گفتین دیگه کامپیوتر شما استارت میشه و ریکاوری و ریستور برای شما آغاز میشه و سیستمتون به حالت قبلیش به روزهای اولش که اصلا یعنی فایل ها هیچ برخورد با هیچ ویروس هیچ کندی نداشتن درست فعال کار میکنن به مرحله میشه. مثلا اکثر مواقع به زمان می باشه که کلا تازه ویندوز را نصب کرده بودین، اکثر مواقع به زمان می باشه که تازه به طرف کن شدن آغاز کرده. کانفیگر سیستم ریستور تون اینجا کانفیگر بکنین کدام درایور شما ریستور شوه. سیستم ریستور وقتی کلیک بکنین همون صفحه ریستور اینجا براتون باز میشه و کانفیگر شما اینجا مشخص میکنه که چقدر جایی برش داده شده ایسته چه یوزیش را از دیسک سپیس برش میتین آن باشه اتوماتیک وقتی بخوای بگیره یا آف شما او رو مشخص میکنین، دیلیت میکنین یا هر گپ دیگه که از شما میتونین اینجا تنظیم بکنین. کرییت ریستور پوینت، شما اگه یک ریستور پوینت میگیرین میخواین بسازین برش اینجا کلیک بکنین و یک اسم بتین برش مثلا OMF وقتی را کرییت گفتین دیگه. از اینمی حالی که من برای شما صحبت میکنم از اینمی ثانیه برای من دیگه کلا یک ریستور پوینت میگیره. هر زمانی که بخوایم سیستم ما ریستور بکنم به مرحله به همین امروز بازش میگردن. If you having problems with your PC go to security and try resetting it. سیستم میگه احیانا اگر کدام مشکل دارین که خیلی جدی است خب برین دستگاهتان رو ریست بکنین و اینجا میبینین که ما گزینه ریست را داریم که ایره براتون در اوایل وجدت کنیم و دستگاه دیگه ای که برای ما مانده خب پروژکت اندس پی سی است که شما میتونید از دستگاه دیگه بگیرین امی صفحه دستگاه دیگر در صفحه دسکتاپتون نمایش بدین در صفحه کامپیوترتون. مثلا اکثر مواقع دیدین که موبایل های خود چی میکنن وصل میکنن و تدریس میکنن که او هم ایره هم من حیث یک سپین آف ایره و ریموت دسکتاپ را ما خود داشتیم در درسای دیگه من حیث یک سپین آف درسای جداگانه در تریک های مربوط با ویندوز براتون میتونم چون چیزی نیست که حتما هر کس باید یاد بگیره دیگه. این رو سپین آف میکنم و بخش کلیپ بورد است که باید دیده شوه و بخش عباد. خب کلیپ بورد خوب است که یک مرور بکنیم، خیلی چیز نداره. شما وقت علامه ویندوز رو با وی فشار بتین این کلیپ بوردتان است که باز میشه براتون. اگه ببینین
و در این کلیپ بورد تمام فایل هایتان، شما فرض کنید از متن و بعضی چیزا وقتی کپی میگیرین، در این کلیپ بورد میتونین براتون ببینینش و در هر جایی که خواستین پیست بکنین یا مورد نیازتان بود بگیرین اضافهش بکنین. بازی چند حالت داره. شما فرض به این بگیرین که اگر احیانا شما ایره روشن بمانین که طبعا هر چقدر را کپی بکنین در کلیپ بورد برای شما نمایش میده، اما اگه خاموش باشه آخرین کپی را گرفتین فقط او را براتون نمایش میده و دیگه هیچ چیز را برای شما نمایش نمیده که ایره حتما در نظر داشته باشین. غالب مواقع خب سینک اکراس دیوایسز، اگر احیانا شما از یک اکانت مایکروسافت استفاده میکنید در چند دستگاه، در تمام اینا براتون سینک باشه نمایشش بده. و بخش کلیر بورد دیتا هست، میبینید که از این طریق میتونید تمام دیتا رو کلیر بکنین. مثلا فرض به این میگیریم که برام ببینیم تکست مربوط به خب موارد رو باز میکنم، ببینیم که چه میتونیم. خب اینجا این متن داریم و میخوایم این کپی بکنیم. اگه ببینید بوردتان دیگه نمایش داده میشه و میتونید چی بکنید. وقتی شما بالای کلیر کلیک میکنین دیگه اون متن میبینین براتون پاک شده، میبینین اون متن پاک شد و شما میتونین همین کار را از اینجا هم بکنین. مثلا همین بوردتان هست که می بورد بالا بیارم. خب اینجا از برنامه برام مثلا کنترل سی گفتم میتونید از اینجا کلیر بگوین. شما بعضیش حتی میتونید پین بگوین. مثلا فرض بکنید من این قسمت متن در تمام گزینه ها برام نیاز دارم، اما این قسمت همو تو برای یک جای کار دارم، دو جای گرفتم کپی، میبینید هر دوش برای من کپی است. این چون در تمام جای نیاز دارم پین میکنم و وقتی حال کلیر آل بگویم پین شده رو برای ما پاک نمیکنه. چی از اینجا و چی از اینجا که شما کلیر بگوین پین شده ها رو برای شما پاک نمیکنه. پیشتر دیدم من کلیر گفتم برای من پاک نکرد، زمان براتون پاکش میکنه که شما از حالت پین بیرونشون بیارین. مثلا میگن نه دیگه پین نباشه، خب میگن کلیر دیگه برای شما پاکش میکنه. درسته دوستا دیگه. خب فعلا دون سیو، با اینجا ما کار نداریم. خب با اینجا کار نداریم، کلیپ بورد دیتا هست. خب گفتم کلیر. اگر احیانا شما کدام مشکل دارین، سوال دارین در بخش مربوط به کلیپ بورد بتونین بپرسین how to seamlessly transfer content between your devices. احیانا کدام سوال دارین شما باید با اینترنت وصل باشین، میره و از وبسایت مایکروسافت سوالتان بررسی میشه و شما جواب میده. get help feedback است مثل تمام پنل هایی که داره در بخش ستینگ. بخش about است که تمام مشخصات دستگاه شما است. دیوایس اسپسیفیکیشن است که از نمی دیوایس یا دستگاه شما تمام مشخصاتش است که نامش فعلا نامف است که در شبکه هم همینم مشخصا ثبت می باشه. اکثر مثلا فرض بکنیم در ریموت دسکتاپ همین OMF ثبت می باشه. رینیم پی سی سری نمیش میکنید کپی میکنید تمام مشخصات میبینید که دستگاه ما نسل 11 است و انتل است، کورای 7 است که دائما در اینجا اینمی اعداد اولی نسل همون دستگاهتان نشان میده و میبینه سرعت پروسسورای است و تمام چیز 32 جی بی رم است و تمام دیوایس آیدی است که اکثر مواقع اگر با مشکل بر بخورین با این دستگاه میتونید در وبسایت پرووایدر از این آیدی از شما پرسان میکنه و بعضی مشکلات شما را بررسی میکنه. پروداکت آیدی را میخواد از شما، سیستم تایپ تان چیسته، آل تمام سیستم هایی که میای اکثرا بیست 64 است، یعنی 64 بیت است و 32 بیت هم میباشه غالبا، اما تمام دستگاه های که حالا میای 64 است. این هم از بعض از اسپسیفیکیشن های خاص مربوط به ایسایی که شما برین در بخش مربوط به نتورک مثلا دومین بسازین یا در یک گروپ شریک شوین. سیستم پروتکشن است، ادوانس سیستم است. دیگه دستگاهی را که در دستگاهتان سیستم را که نصب کردین او اس یا اپراتینگ سیستم را که نصب کردین تمام مشخصات از اوست میتونید اینجا ببینین و اینجا را هم میبینین دوستا که بخش ویندوز اسپسیفیکیشن است که بر شما میگه که دستگاه شما کدام اپراتینگ سیستم نصب است و میتونید ببینید کدام ادیشن است و ورژنش کدام است، در کدام تاریخ انستال شده، در کدام تاریخ OS build یا شماره ساختش است. تمامش میتونید از جیب مایکروسافت سرویس اگریمنت است. خب میتونید اون اگریمنت مربوط به مایکروسافت باز بکنید. یک سلسله متن است که باید بخونید. ما دائما ویندوز کرک شده استفاده میکنیم. اکتیویشن کی
همونطور دیفالت هم روش نصب میشه. احیانا شما اکتیویشن کی دارین و اکتیویشن کی دارین میخواین تغییر بدین و ویندوزتون مثلا از حالت اکتیو برآمده میتونین نتیجه بگیرین چنجش بکنین، اکتیویشن کی رو پیست کنین، نکست و فینیشد بگوین و سیستم شما کرک میشه و میتونین استفادهش بکنین. یا ریموت دسکتاپ هست که ایره بعدها و دیوایس منیجر هست که دیوایس منیجر یک بخش خاص مربوط به تمام درایورهای ویندوز را و تمام دستگاهی که فعلا فعال است، از جمله کارتای گرافیکش، کارتای ساوندش و تمام مسائل اینجا نوعیت دیسپلیش تمام شده ظاهر میشه. بخش بیت لاکر است که هم دیگه مونده، شما میتونید بیت لاکر آنها بسازین به بعض از درایورهایتان که هر کدام را که شما نیاز داشتین. باز درس بیت لاکر حتما یک ملاقات کردیم، هر کدام را که نیاز داشتین میتونید از اینجا انجام بدین. پس این تمام چیز بود دوستا که ما در بخش ستینگ ویندوز 11 در تب سیستم داشتیم. گفتیم این دو دانه گزینه ماند، اینا رو اسپین آف های جداگانه در یک ویدیوهای جداگانه میگیریم انشالله که خوب از مراحلش باز بپردازیم. فردا در درس بعدی خود ما بخش بلوتوت دیوایسز شروع میکنیم که تمام دستگاه جانبی که به دستگاه شما وصل میشه یا دستگاه شما وصل شده و شما استفاده میکنین به بررسی و تنظیمات اونا میپردازیم. دیگه هر سوال داشتین میتونید باش کامنت بپرسین. موفق و سلامت باشید.